کمانگر متاسفانه بدون اینکه بتونن لااقل جسد فرزاد رو بگیرن جمهوری اسلامی مجبور شدن همراه با خانواده بقیه اعدامی های 9 می به کامیاران برگردن. جمهوری اسلامی از ترسش حتی اجازه نمیده که خانواده ها بتونن با خیال راحت گریه بکنن، عزاداری بکنن، فرزندانشون و بستگانشون رو تحویل بگیرن و بتونن لااقل یک مراسم عزاداری عادی داشته باشن. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! Nieder mit der Islamischen Republik! Nieder mit der Islamischen Republik! بعد از دادن این خبر امروز صبح زود این خبر داده شده بود، ولی بعداً همونطور که نصرت گفت در صحبتاش شهر به شهر همه جا مردم دست به اعتصاب زدن. منم دیگه وارد اون جزئیات نمیشم، ولی این واقعا یک پیروزی بوده. امروز در کردستان یک اعتصاب عمومی بود و این اعتصاب فقط مربوط به کردستان نیست دوستان عزیز، این اعتصاب مربوط به تمام مردم ایرانه، به تمام مردمی که برای آزادی اومدن توی خیابون. این اعتصاب نه به خاطر فقط کشته شدن اون 5 نفر زندان سیاسیه، بلکه به خاطر صدها هزار اعدامی و سنگسار و کسانی که شکنجه شدن هست توی ایران، کسانی که 30 سال تمام در ایران برای آزادی مبارزه کردن. این اعتصابیه که حمایت تمام مردم ایران رو جلب میکنه و ما امیدواریم که به زودی مردم مبارز کردستان که پیشرو این قدم بودن و یک گام خیلی بزرگی در رابطه با انقلاب ایران گذاشتن، این انقلاب رو به پیش ببره و ما مطمئنیم که میتونیم این انقلاب با این قدم یک گام بزرگی به جلو برداشته. جمهوری اسلامی میدونه که چه اشتباه بزرگی کرد با اعدام کردن این فرزندان مردم ایران و میدونه که گور خودش رو با این کارا روز به روز بیشتر داره میکنه، با دست خودش گور خودش رو میکنه و آنچنان الان به روزی افتاده که کافیه مردم ایران اراده بکنن و جمهوری اسلامی سرنگونه. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی!